از روز جهانی نجات غریق با برگزاری برنامه ویژه در پارک آبی الماس در شهر مزار شریف گرامی داشت به عمل آمد. این برنامه به همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ برگزار شد. رئیس این پارک تفریحی میگوید کسانی که در بخش نجات جان افراد در حوضهای آببازی فعالیت میکنند قهرمانان خاموشند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتند. غریق نجات ها یک قش زحمتکش و قهرمان خاموشند که گاهی با یک شیرجه زدن سرنوشت یک خانواده را دگرگون می سازد. غریق نجات یعنی نگهبان جان و قهرمان خاموش است. مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ نیز حضور نجات غریق‌ها را در حوضها و مراکز آبی یک نیاز مبرم می‌خوانند. آنان می‌گویند با برگزاری چنین برنامه‌ها آگاهی عمومی در مورد جایگاه و نقش نجات غریق‌ها افزایش می‌یابد. این مسئولان همچنان از راه اندازی امتحان و پروسه استخدام افراد مسلکی در این بخش توسط این ریاست خبر می‌دهند. نجات غریق پاوس کې ډیر مهم رول لري او کولای شي د یو انسان ژوند وژغوري. نو په دې اړه نن د نجات غریق برنامه دلته ترسره شوله چې موږ تاسو شاهد یاستو چې دلته د حوضو لپاره موږ هغه کم کسان چې واقعي ډول نجات غریقان دي هغه دلته امتحان ته واخلو او تر څو دوی وکولی شي په حوضونو کې د نجات غریق پایس خپل فعالیت ترسره کړي. لایفگارد یا نجات غریق شخصی است که مثل یک پلیس در جامعه، مثل یک دکتر که نجات انسان‌ها را کوشش می‌کنه که انسان‌ها را از مرگ نجات بده. نجات غریق مسئولین لایفگاردها همچنین همین وظیفه را دارند. ما جشنواره یا این برنامه را برگزار می‌کنیم به خاطر رشد استعدادهای جوانان و پیدا کردن استعدادهای خوب از این لایفگاردها یا نجات غریق. در همین حال شماری از افرادی که در این بخش کار میکنند با استقبال از برگزاری این برنامه تعهد میسپارند که در راستای حفظ جان افراد در مراکز آبی بیش از پیش تلاش خواهند کرد. بسیار خوشحال هستم که امروز بزرگداشت و به عمل آمد از روز جهانی نجات غریق و نجات غریق یک بخش مهم و حیاتی هر مجتمع می باشه و وظیفه هر نجات غریق است تا همون مهارت و قابلیت حاضر داشته باشه تا نجات غریق انجام بده تا عزایی که در هر مجتمع میایه از جانشان سیف باشه. ما در 2 سال برای مردم مسئولیت داریم که هیچ کس ان شاء الله دچار بیشتر جمع باشه دیگه. از این حساب ما مثلا تمرینات‌های عالی داریم که مثلا هفته 2 بار 3 بار تمرین می‌کنیم. میتونیم که مثلا مشتری‌ها بیا واقعا ببینن ما رو، ببینن حوض ما رو، ببینن کار ما رو ببینن. واقعا خیلی خوش است دیگه. نجات غریق به فرد آموزش دیده و ماهر گفته می شود که مسئولیت نجات جان افراد را در محیط‌های آبی مانند دریا، رودخانه و حوض بر عهده دارد. از فعالیت‌های این قشر امساله در 25 جولای به عنوان روز جهانی نجات غریق تجلیل می شود.